روزی یک پدر دستش را در کتف فرزند میگذارد و میپرسد: پسرم، من با قوت هستم یا تو؟ پسر میگوید: پدر جان، من با قوت هستم. پدر از چنین جواب فرزند در حیرت میماند و باز میپرسد: پسرم، من با قوت هستم یا تو؟ فرزند باز در جواب میگوید: پدر جان، من با قوت هستم. پدر بار سیوم دستش را از کتف فرزند میبردارد و باز میپرسد: پسرم، من با قوت هستم یا تو؟ پسر میگوید: پدر جان، شما با قوت هستید. پدر از چنین جواب فرزند در حیرت میماند و باز میپرسد: پسرم، چرا دو مرتبه اول که پرسیدم گفتی که من با قوت هستم؟ چرا که اکنون میپرسم میگویی شما با قوت هستید؟ پسر میگوید: پدر جان، هرگاه که دست شما در کتف من باشد، هرگاه که شما سایبان سر من باشید، هرگاه که شما در بر من باشید، من همیشه با قوت هستم، همیشه کامیاب هستم، همیشه پیروز هستم. اگر که دست شما در کتف من نباشد، شما سایبان سر من نباشید، من کم قوت هستم، من ناچارم، من ناتوانم. خدا همیشه سایبان سر ما فرزندان باشد.